سلام دوستان، خوش آمدید به کانال من. روزی من سر میشد امروز خانه خواستم یک ولاگ تر کنم. اینجا به یک تقارا مور اینجا باشد بالی دیگ با گوشت جوشانسیم. دو تا کسترول با یک تبه نبرد خواستم دو تنده یعنی جوشانم برای سالاد. امروز برای توی دو نمود سالاد تر کنم خواننده. راستی گپ توی بسیارو ویدیو گیتن به راستی کمتر وقتم نشدست بیاد توی بسیار رفته. بعد می توی ویدیو با بیاد توی بسیار شد ویدیو گرفته نتونستم. محصولاتش آورده دادن دینه و زیر کوی میهای تازه کرده یعنی دو نمود سالاد تیار میکنم. اینجا به مکرون فونچوزه من مکرون نوی میکنم یعنی فونچوزه سالاد میکنم و میاسنای کریسکی. این باشه چهارت من دیگه یخیله 6 و 6 یک شیناس با زکاس کردم. من چهارت می دیگه من به دیده کلانترش چهارت یک تا آدم به اینو سیل کرنده که بیاد دیگهش خوشروی ناز دیده بدیتون کانالی مننده. من 4 و 6 اینش 6 و 6. من سالاد تیار کردم. راستی که بردک بهمن میگه دستی تنها خودم گوشتا بنج شدن خیلی تر خانه درازکش کرده زیر بانسیم اینجا انده سبزی و من پیریکسم انتخاب زیر ماندن ارپار. من اینجا ها بودرینگ شده گرفتم از مایدم کنم. این چارنی ساس من بالی ستالم بردک راستی که بودرینگ از مایدم کنم. من اینجا با کم تغاری سالاد تیار نگاه کنی چقدر جای بود خوش رو اومد بیاد باشم خوش روه. من نمیتونم رنی تیار کنم میاسنای کریسکی سالاد طرز تیار کنشم کانالی پخت پزنده های یک تغاری کلانی سیر دار شد از دویم نمودش تیار میکنم. من بیاد خوش رو تیار شد میکی فونچوزه تیار کردم. راستی که من به چقدر فرمایش دیم من تیار کرده میتیم پولم میگیرم برای همین بعضی موقع خیلی این کاری من یعنی تیار کنی. من از دویم نموده است همین فونچوزه از من اینه یعنی آبی جوشیقتی تیار میکنم. من مرغ سالاد پخت نشه سرخ خوش رو پخت. من یک تغاره فونچوزه تیار کردم دویم نمودهش. من معلقه روح به سوی توی خانه گرفتیم همراهی محمد یوسف. امروز شفرم کار بودم ما همراه محمد یوسف آمدیم. من یعنی همین توی خانه حاضر یعنی همین افتیانکا کشتگی من همین نمود کشیدگی از من با خیلی پشکی دو دامادارم تیم سلطای میگیرم. من یک کمیتاج دوی میتاج با یعنی زن ها میشنن یک کمیتاج با مرد ها میشینن. من نمین یعنی دسترخوان بیاد دسترخوان خوشرو الهیم خداوند هر یک ماه یعنی توی برساند. من نگاه کنید چه خیلی خیلی پیش کرده داماده گرفته است از من همینجا آرام میتیم. من نمین نمود کشیدگی یعنی افتیانکه ها من دویوم ایتاج من اینجا یک کمیتاج من یعنی سلطای گرفتاسیم اول همین طبقچه کراسیم نفتیانکا میکشاند. من خودم یعنی همیشه طبقچه گرفتم یک خیل کرده سلطه یعنی تیار کردیم یک نمودش فونچوزه. مثلا من تا چه امکانم یعنی تیار میکنم. بعضی میگن خیلی این خیل شد یا این خیلش نه. من مثلا چه خیل میتونم من این طور یعنی تیار میکنم. بعضی ها میگن آخر که خیلی اینش نمیرسد یا این خیل میکرد این خیل میشد. مثلا همه هر خیل تیار میکند آش هر خیل همه هر خیل تیار میکند. برای همین همه و طرز کارش تماما دیگه. من یعنی این طور تیار میکنم. من خیلی یعنی گرفتیم همشه. من لکه پیش گلنده داماده آروتی سرکرم من تر میوه هاش دیگه کردن تماما خیلی سلطای گرفتم. من همین توی خانه نانقدر کلان در شهری نوسیبیرسک توی خانه نامش داستار یعنی توی خانه یعنی قرغیزا میگوید یعنی قرغیزا بوده است اینجا یعنی مایدی که تازی حلال که خوشروه. من همین طور یعنی توی خانه بیشایی و در سلطای گذاشتیم. راسته که بیه هر توی بسیار توی همه بسیار یعنی وارد شهری اسفرم داشت توی رسا بسیار توی بیهت بسیار خوش روه بسیار رفتاسیم. راستی وقتم نیکی ممنون یعنی سیامکه کرده تانم
ما این پیش ولی 5 تا 6 تا قریب 10 تا بام رفتم و نکین سیام ککره نتونستم دستم نرسید. با انشالله روزای نزدیک با من ویدیو هست ولی یک دیگه با توی ویدیو گرفتگی توی خانه شمیرم انشالله روزای نزدیک با میپرتم. من حاضرش یعنی انامین یعنی ترزی تیار کنه ولی با اینجا با اناناس میمونم ولی خیلی این کمتر کو یعنی سرشوی آرایشی یعنی تیار کنیم. من الکی اناناسای مونده من نمی تور نمود آرا دادم خیلی با کوچ خیلی گفتن خیلی ویدیو بام خوش رو میغلطد آدم یک بار حیاتش به توی میشد باید خیلی خوش رو کنیم گفتن من نمی تور یعنی تیار کردم. نگاه کنید یکم بار دیدی چخل بود من الکی دسترخانه آرا دادگیم تماما دیگر من الکی سلطای هم در آمد من دویومی تش بلکه جای زنها با برامدم من یعنی دسترخوان به حد خوشرو همه چیزش چیزی میخوردگی من الکی توی هم سر شد راستی توی یختی به وقت سر کردم ثانی آستا آدم ها ثانی آمدن سکسکین همه بعدی کار آمدن توی که خیلی پیشتر آمد باید ثانی زل یعنی پر شد ما الکی کارما شدیم ما که میبرفتگی بودیم گفتن کمتر استیم بعد برویم گفتم من الکی یعنی من توی سر شد من اولی آدم ناقدر بسیار من کلد داماد الکی درامدن خیلی من دور داماد گرفتم نکی من خیلی نمیخوام که کلینده گرم برن که خیلی این توی مردم کاری من فقط یعنی خدمت کردن نکی کلینده داماد یک جا نشتن کلند دیرم من دویومی تجنده داماد یک کمی تجنده نمین یعنی من موزیکانت خیلی موزیکانتم و اسفره شهر واروخ می باشم نه به حد یعنی توی خوش رو من الکی سر شد. قلبي والهان عمقام الهرر السلطان تهنيت نسيت الأحزان يلي جواني ميلت قلبي والهان عمقام الهرر السلطان تهنيت نسيت الأحزان يلي جواني يا برج أبو حيدر جينا نحيي الشمس اللي شرقت فينا والبدر اللي ضوى ليالينا ومنها رجالين برج ابو حيدر جينا نحيي الشمس اللي شرقت فينا